آیا برگشت به سمت خدا و زنده شدن به خدا فقط مختص انسان‌های خاصی هست؟ اگر در ظاهر اشتباه یا گناهان زیادی داشته باشیم خدا ما رو میپذیره؟ یا برای زنده شدن و برگشت به سمت خدا علم و سواد این دنیایی لازمه؟ در این ویدیو ابیاتی امیدبخش از مولانا میخونیم که بسیار ما رو دلگرم میکنه و به ما میگه چجوری با وجود تمام نقش‌های خوب و بدی که داریم به سمت خدایی برگردیم که هر لحظه منتظر ما هست. مولانا میگه منگر اندر نقش زشت و خوب خویش، بنگر اندر عشق و در مطلوب خویش. ما در ذهن برای خودمون نقش‌های خوب و بدی درست کردیم و با این نقش‌ها هم هویت شدیم و گمان می‌کنیم ما این نقش‌ها هستیم. مثلا من مادر بدی هستم، من دروغگو هستم، من پدر مهربانی هستم، من انسان باسوادی هستم، من حسودم، من بخشنده هستم. تمام اینها چه خوب چه بد اصل ما نیست. وقتی ما با این نقش‌ها، فکرها، اجسام و نفرات، دردها هم هویت شدیم، من ذهنی ساختیم که گمان کردیم اون هستیم، اما ما از جنس خدا هستیم. حالا مولانا میگه به نقش زشت و خوب خودت نگاه نکن، هیچ کدوم تو نیستی. عشق و مطلوب تو خدا هست، به اون نگاه کن، تو هم امتداد خدایی. میخوای به خدا برگردی؟ میخوای خدا تو رو از من ذهنی یا همون منیت یا ایگو رها کنه و به خودش زنده کنه؟ به عشق و مطلوب خودت که خدا هست نگاه کن. هر چی در ذهن هستی رو رها کن و برگرد. در ادامه مولانا میگه منگر آنکه تو حقیری یا ضعیف، بنگر اندر همت خود ای شریف. اگر ذهن تو رو حقیر و ضعیف نشون میده بهش نگاه نکن، تو حقیر و ضعیف نیستی، به همت خودت نگاه کن ای شریف. دقت کنید مولانا ما رو ای شریف خطاب میکنه. اصل ما شریفه و همت ما فضاگشایی و خواست خداونده، نه خواست من ذهنی. وقتی ما تسلیم خدا میشیم به سمت خدا برمیگردیم یا به اصطلاح فضاگشایی میکنیم، درون ما فضایی باز میشه که خدا اونجا است. اونجا خواست خدا به کار میفته که خواستش زنده شدن ما هست. خدا هر لحظه جویای ما هست چون ما امتداد خدا هستیم. خدا کاری نداره به این که چقدر نقش خوب و بد داریم. میخواد ما به سمتش برگردیم تا در ما به بی‌نهایت و ابدیت خودش زنده بشه. در ادامه مولانا میگه تو به هر حالی که باشی میطلب، آب میجو دایما ای خشک لب. میگه تو در هر حالی که هستی، خوب، بد، زشت، زیبا، حقیر و ضعیف، قدرتمند، فقط خدا رو بطلب، چون خدا دائما تو رو میطلبه. در من ذهنی آب زندگی به تو نمیرسه، لبت خشک شده. با فضاگشایی و تسلیم آب زندگی به طرف تو میاد و خدا تو رو زنده میکنه. تو در هر حالتی که هستی این آب زندگی رو بجو. به این بیت زیبا دقت کنید. اگر پاکی و ناپاکی مرو زین خانه ای زاکی، گناهی نیست در عالم تو را ای بنده چون رفتن. میگه اگر ذهن تو رو پاک نشون میده یا ناپاک مهم نیست، بهش نگاه نکن. تو از این خانه نرو. این خانه همون فضای یکتایی هست که در اثر تسلیم درون ما باز میشه. مرو زین خانه ای زاکی. زاکی یعنی پاک. مولانا انسان رو زاکی خطاب میکنه چون فارغ از پاک و ناپاکی که ذهن نشون میده انسان از جنس خدا هست و در اصلش پاکه. هیچ گناهی در عالم مثل رفتن از این خانه نیست. در این خانه خدا هست
ما نباید خودمون را از خدا جدا کنیم. پس با تسلیم و فضاگشایی هر لحظه باید در این خونه امن خدا بمونیم تا خدا ما رو از تمام نقش‌های خوب و بد بشوره و به خودش زنده کنه. اصلاً هر زمان ذهن به ما اشتباهاتمون رو نشون میده و بالا میاره و میخواد ما رو ناامید کنه، به این بیت مولانا گوش کنید و اون رو برای خودتون بخونید. تا کنون کردی چنین، اکنون مکن. تیره کردی آب را، افزون مکن. میگه تا حالا این کار رو کردی، از خدا دور موندی، از این خانه رفتی که این بزرگترین گناهه. خودت رو نقش‌های خوب و بد دونستی، دیگه این کار رو نکن. با این کار آب زندگی رو تیره کردی، بیشترش نکن. به سمت خدا برگرد. این همه خدا به ما میگه هر جور که هستی به سمت من برگرد. من تو رو از تمام گناهانت میشورم و پاک میکنم. تو در اصلت زاکی و شریف هستی. چرا ما تعلل میکنیم؟ به این بیت دقت کنید. حیث ما کنتم فولوا وجهکم نحوه هذا الذی لم ینهکم. این بیت مولانا برگرفته از آیه قرآن هست که میگه در هر وضعیتی که هستید روی خود را به سوی آن سلیمان یا وحدت بگردانید و این چیزی است که خداوند شما را از آن باز نداشته است. پس میگه در هر وضعیتی که هستی خدا ازت میخواد به سمتش برگردی. تسلیم بشی تا تو که پاک هستی رو از این هم هویت شدگی ها و نقش ها بشوره و به خودش زنده کنه. تنها کاری که خدا انسان رو از اون باز نداشته برگشت به سمت خودش هست. خدا هر لحظه منتظر بازگشت ما هست تا ما رو نجات بده. به بی‌نهایت و ابدیت خودش در ما زنده بشه و هزاران خیر و برکت رو از این طریق به درون و بیرون ما نازل کنه تا درون و بیرونمون زیبا بشه و به زندگیمون سر و سامان بده. اما ما گول من ذهنی رو میخوریم و در ذهن میمونیم و به سمت خدا بر نمیگردیم، در حالی که آغوش خدا هر لحظه برای ما باز هست. از همراهی شما سپاسگزارم. ممنونم که با لایک و کامنت باعث رشد کانال و گسترش آموزه‌های زندگی ساز مولانا میشید.